تشکر. فردا نگوین منطقه خوجون همار ده. نه نه گپانیه. تشکر. از شما که از ما پیشتر میاد. نه از ما خساره ده بازی نیلو خساره ده. شما چای مای تشکر. تشکر سلامت باشین. مهدی جان صنف چند هستی؟ صنف چهارم. آفرین. بیننده عزیز، یک مکان بسیار نهایت زیبا نشستیم و در کنار ما هم شما تصویر میبینین که سه تن از اطفال است از سوالی کیجران میشه. امروز از نام صحبت کنم. به نظر مثل اینا تازه از مکتب آمده. نام تو چیه؟ مهدی جان صنف چند هستی؟ صنف چهارم. آفرین. چطوره وضع درس؟ کیفیت درسی چطوره؟ خوبه. استادا چطوره؟ خوبه. استادا سری ساعت درس میده. خب از درس راضی دیگه؟ خب چه چیز یاد گرفتی یالا؟ خواندن نوشتن یاد گرفتی یا نه؟ یاد گرفتم کم. بسیار. نام تو چیه؟ سید مصطفی. مصطفی صنف چند هستی؟ صنف سه. خب چه چیز یاد گرفتی از صنف سه؟ جمع، منف، ضرب، تقسیم، اشاره گرفتی کم کم؟ صنف شما چند نفره؟ صنف است یک 11 نفر. در مکتب شما در کل چند نفر شاگردن؟ تا حساب ندارم زیاده دیگه. 112 شاید باشه. خب 100 الی 112 نفر. کدام هیئت جهت نظارت میه نمیه از معارف؟ میه. ها؟ و از ما میه. شما کتاب کتابچه اجزام برای شما داده نه؟ میده. ها؟ فعلا اینجا در کدام فصل اینجا؟ فکر گندم خوشه کده نه؟ گل کده؟ قریه خوجوی. قریه خوجوی یه چند خانه باشه؟ زیاده اینجا. از این بالا باز خانه زیاده؟ زیاده اون تمو کور معلومه در اونجا رسته. اینجا چی چیز داره از میوه جات چی داره؟ هر چی داره. خب؟ کشت زراعت امروز مثال چطوره؟ بابت زیاد کشت کده نه؟ زیاد کشت کده مردم. چی چیزا کشت کده؟ بابت از خود تو چی کشت کده؟ گندم. خب درس خوب میخوانی نه؟ چند نمره؟ 34 خاصه چهارم لایق هستی پس. چی پیام داری برای دیگران؟ چی پیام داری؟ کسایی که صدایت رو میشنوه تصویرت میبینه چی پیام داری؟ تشکر از همه شما. کدام گفتنی برای همسن سالایت نداری؟ نه دیگه داری. خب نمیگی که درس بخونه نخونه؟ درس خواندن فایده داره نداره به نظرت؟ فایده داره. درس خواندن فایده داره. بسیار زیاد تشکر. خب بیننده عزیز در ادامه موریم ببینیم که بونه طرف یک از دهاقین هم از همراه هم باشه صحبت کنیم. در ادامه با ما باشید و ما باز میریم در سر با بالا. خب این از کجا میه بچه؟ از جای کشور. اونجا کوه دیگه نه؟ از درس میام. اینجا سیل میل زیاد کرد بزیاد اخیره نه؟ زیاد کرد. سال کلگی سیل خواهد کرد. خب کشت میشت مردم. توت نرس نه؟ نه خب تازه سرخ کرده؟ دای چون نمیدونم. بایت دای سیده. خب پدر جان معلومه چی کاشته پدر جان؟ خب چطور وضعیت گندم؟ سلام علیکم. سیاد شما خوبه؟ بخیر هستین؟ احوال شما خوبه؟ خوب سر حال هستین؟ بخیر هستین؟ چی حال دارین؟ خوبه. خط کاربار مسیفتا چی حال دارین؟ طور بر بسیار خوبه دیگه. شکر سلامت باشین بخیر باشین. نام شما چیه؟ نام من سید داوود. سید داوود. بسیار خوبی منطقه چه نام داره؟
این منطقه صاحب خوجو منطقه خوجو. منطقه خوجو مصرف چی کاربار هستین پدر جان؟ یعنی فقط می کاربار اون می دخانی خانه چطور میصرفه یا نه؟ یار دخانی نه چندان به صورت نمیصرفه خب اینجا سعی می‌کنیم بسیار گندمایش کلانش تا خیلی خوب میشنه. میتونه که بیخی خرد بالا خرج مصرفات بالا مصرفات یا گونی رو مول میسن چه بالا هستن همین مثلا کم خوبتر شد پارسال 2000 تا 2400 بخرید یعنی سالانه چقدر گندم بالمنی خودت؟ خودی با فقط تا یک سه سه خروار دیگه. بله سه خروار. مزدخانه چند نفره؟ خانه الحمدلله خود من 9 نفر 10 نفر 10 نفر. باز شده می ایلی بیل بس کنه؟ باسم نمیکنه باسم نمیکنه. خب شما پرسیدن ابن از کجا هستین؟ ما از رادیوی نسیم آمده از نیلی. بخیر بین بخیر خوش آمدین بخیر سلامت باشین. خدا شما نقدم کنه که اینجا تشریف آوردین. چند جریب زمین داری که بازی قصه کوزی کن؟ جریب صاحب جریب زمین هست دو باش دونیم باشه. چی چیزا کشته همش گندم یا دیگه هم کشته؟ همش گندم این سبزکاری دیگه بانجان رومی و پیاز و خب این بندی شما چی میگید شما؟ ما بندی میگید. درست. بله. بامیان خوب بلنده. سمت بامیان خمر بامیان اونجا. این بامیان میگه بامیان. بندی خواه. درست. درخت مرخ چند نسل درخت داری؟ چی چیزا داری درخت ها؟ محترم تر درخت بادام میکنی بادام دایم منطقه نمیشه. گرم از خاطر گرمی؟ هوا گرمه که نمیدانی دایم منطقه شما خوبتره بادام دارن. آره. فکر اونجا خم مادم. اونجا هم سرد اونجا خشانده در اونجا مادم. درست. دیگه چه درخت ها اینجا؟ درخت ها نمی درخت دیگه تو دا زردالو داره؟ زردالو باز وطندار دا باز داره باز نداره. خب این زردالو کی میرسه؟ این تو دا کی میرسه؟ این موقعش بیاد ان شاء الله. یگان چند روز بعد خاطر رسید؟ شاید ان شاء الله داخته. یعنی می اخیرا هم گندم دروش نشد میکنه هم بیاد. خب گندم شما چند مدت خاطر رسید؟ گندم محترم شاید یک مانده باشه. یک ماه. از شما که از ما پیشتر میاد. نه از ما خساره ده واسه نیلی خساره ده. شما چای مایی تشکر سلامت باشین. قصه کنید که امسال سلمیری تصاعد آمدن نامدن نگامدن خسارات داشته برای مردم. محترم با جای خسارات رسانده با جای رسانده دیگه الحمدلله این بی خسارات دارمی همین منطقه خوجو سرادات امزی بگیر دیگه خیلی سرادات داره و الحمدلله موتور سیلاب نماده که بسیار خرابی کرد با جای البته پای زمین زده با جای بسیار خوب. چی پیام داره کسایی که صدای تر میشنوه؟ چی پیام داره؟ چی توقع داری؟ چی میخوای از حکومت؟ حکومت بوی چیز نمیخوای؟ میخوایم مصر نخشونه خواه چیزی که میخوایی درخواستی کنی مصر نخشونه خواه بگو یک خیر پیام تا بگو دیگه چی میخواییم؟ خیره ما مردم در بداری مردم کسی همین دیقانه همین طرس خاک بسر دیگه دیگه شغل نیه دیگه شغل نیه بازگریه دیگه البته در منطقه خودیمو دیگه او قرقش شغل نداره که شغلی مثال خبر کنیم یک مصری خاین داشته باشه مثال خبر بارد یک وظیفه داشته باشه همه زراعت بالکل دیگه خواه میشه یه دربطه بازی چی اینجا فکر همش پیاز کشت کردن محترم نه پیاز دیگه خب نه پیاز بالایش دیگه ناش هم پیاز دیگه نه پیاز بله پیاز تخمی برای تخم شدی واسه کشت میشه خب این پیازا را در بازار مرسادم یا خودتون استفاده میکنید اینجا خود مخوری دیگه خب خود مخوری رسینش خب شبتل هم زیاد کشت کرده دیگه شبتل بله خام خیلی دیگه وطندار چی شبتل حتما باز چی هم دارین دیگه بخش مالداری چیزا دارین یا نه محترم گاو دیگه گاو بالا گاو بزنه گاو تایفا خب بسیار تایفی بسیار پرخوره تایفی ناقص پرخوره دیگه که سرک اما مال سیره گاو سیره نمیشه دازی کوههای شما چی پیدا میشه؟ بسیار کوههای نوربند ده این کوهای ما محترم این کوهای ما فقط درخت داره دیگه درخت بوته و بسیار کوهای غشغاله دیگه اینجا هم بهتره بالایش که بوری که اصلا ایران نداره بادام کوهی چیزام داره؟ بادام کوهی داره بریم سردات داره سابق خیلی اینجا داشت دیگه راف و چکری چیزام نه راف نداره اینجا چون از خاطر گرمیش باشه؟ گرم ولی اینجا راف نیست راف دو سردات هم جای داره باشه راف مثال خبر منطقه شما منطقه شبار برداغو میشه زیاد اوه شبار خو یخ دیگه در مسیر راه دیگه منطقه شما برداغو نداره آره نیلی هم نداره
بسیار زیاد تشکر کاکا از اینکه وقت گذاشتید. وقت نمیه که بوری شما چای بدین. سلامت باشین. اصلا ما حق داریم. سلامت باشه. لطفا شوخی نمود اصلا ما حق داریم میهمان خیر باشین. خیر باز یگان وقت فرصت دیگه باز میایی. اسم مبارک شما. اسم سلطان علی جوادی. سلطان علی جوادی اسم همکار ما کامرامین ما فعلا آقای عارف ناظریه. در خود نیلی میشینیم. در خود نیلی میشینیم. ما دم دشت میشیم. البته پرسان نمییم. نه پرسان کنید از ما پرسان کنید ما شما پرسان کردیم ما چقدر پرسان کردیم یا نوبت شما دیگه. یعنی شما مدن شما تشریف در منطقه ما بخیر تشریف آوردین. آره ما فقط از مردم پرسان منی وضع زندگیشان چطور است کاروبارشان چطور است چه مشکلات داره این چیزا پرسان منی شاگردا پرسان که درس میخوانه نمیخوانه. یعنی بچه کلان از ما محترم نمیاد مسای کنی. درس میخوانه نمیخوانه. درس میخوانه کم سوسته بسیار. چند نفر در مکتب روان منی؟ مکتب صاحب یک دو سه روان میگم. خب دو سه نفر. یک دو سه. نامی سید مصطفی. سید مصطفی سید یوسف. بسیار خوب کاکا تشکر. شوخی نمیکنم. سلامت باشن کاکا لطفا زیاد تشکر. اگر جای دیگه شما چای ما درک میدن خودم خدمت شما سلامت باشین تشکر. تشکر. فردا نگن منطقه خودجون همرد. نه گپانیه. تشکر. بخیر باشین.